قسمت 29 از خاطرات آن فرانک. پنجشنبه 29 اکتبر 1942. کیتی بسیار عزیزم، از نگرانی دارم دیوانه می شوم. پدرم مریض است، به شدت تب دارد و روی پوستش لکه های قرمز زده است، گویی سرخک گرفته. تصورش را بکن که حتی نمی توانیم پزشک خبر کنیم. مادرم دارد سعی می کند تا پدرم عرق کند و به این ترتیب تبش پایین بیاید. امروز صبح برایمان تعریف کرد که اساسی آپارتمان خانواده فاندان واقع در زوبیدر آمستلان را بردند. ما هنوز این خبر را به خانم فاندان ندادیم، چون در حال حاضر به شدت عصبی است و ما هم حوصله شنیدن روزخوانی او درباره ظروف چینی و صندلی‌های قشنگی که در خانه گذاشته را نداریم. ما هم مجبور شدیم تمام اجناس زیبایمان را رها کنیم و بیاییم. گریه‌وزاری چه فایده؟ پدرم می‌خواهد مرا به خواندن کتاب‌های هبل و سایر نویسندگان معروف آلمانی تشویق کند. الان تقریبا میتوانم راحت به زبان آلمانی کتاب بخوانم. اغلب اوقات به جای اینکه در سکوت کتاب بخوانم زمزمه میکنم، ولی خب مهم نیست. پدرم از قفسه کتاب نمایشنامه‌های گوته و شیلر را بیرون آورد و میخواهد قسمت‌هایی از آن را هر شب برایمان بخواند. ما قبلا نمایشنامه‌های دون کارلوس را شروع کرده ایم. در تقلید از کار پدرم، مادرم هم یک کتاب دعا به من داد. برای رعایت ادب چند دعا به زبان آلمانی خواندم. آنها زیبا هستند ولی چندان خوشم نمیآید. چرا میخواهد من خودم را پرهیزگار و متدین نشان دهم؟ فردا قرار است بخاری را برای اولین بار روشن کنیم. از آنجا که مدت هاست دودکش تمیز نشده، بیشک همه جا را دود خواهد گرفت. باید دعا کنیم که این بخاری خوب کار کند. قربانت آن. پایان قسمت 29 از خاطرات آن فرانک، برای پخش در رادیو ویکی.